دیگه بگو هر یک خواندگیم چند سومی طلب میکرده بدستم 10,000 در گیجا گفتنی گفه در مالای رسلیان. در کدام مسجد این همون مسجد کلون مالای رسلیان که مسجد جمعه خونی. کی گفت همین گفه یک برادر بود، همون برادر می گپ زد. انا اون برادر خدا جین بزنه و مثلا باید دروغگوییش باید تحمتش یکمش کی والله که ما بس گپ زده که به ما گپ زنم بس گپ زده که به گپ زنم بیا که گپ زده ما گپ زنم که دقیقه ایستو یکمش کی با والله که اگه کس بل طلب که اگه نیستم یک دیمش که هذا بهتان عظیم این تحمت در حق ما دو سیم که هر انسانی که گمانی بد میکنه به الله میسپارمش سیمش چهارمش گفت که نزد ما بسیار بیمارا میآیند حتی عجیبه که خود میبرون بعضیش پل میتم یاردم میکنم به خاطر استطاعت این مردم ما را خدا گفت که با توفیق بده چی گپایی که نمیگن کسی که میگه بگوش بره دیده بچه‌شم که من طلب میکنم یکمش که کدام تاج گو قهیمت داره که 10,000 میبره میته برای خوندن همین تو باشی 10,000 میتی برای خوندن 30,000 ده خوندن من میگفتم دستم دسته بر خوندنم همین تو مثال تاجیکی بیا که همین تو تاجیکی همین پیش ما بیا مطرح بگم 10,000 میتی میتیم همین کار تو میکنی که خدا سوال جواب بده اول کدام کارا کدام کارا آخه ناستم پیش ما بیای مطرح بگم که 10,000 میته مطرح میخونم یکمش که هر انسانی که به خاطر پول کمال میکنه ولی الله عزت نمیته الله را شرف نمیته الله را خار میکنه یک دیم که ما در گیجا طلب کردگیم اگر ما طلب میکردیم مردم علکه وجه میلیونر شده بودیم قطعی مردم گپ نمیزدیم فهمیدی که 10,000 ما باوری کامل دارم. اکی صلاح انا همون انسانی که مثال همین گپا را گفتگم نمرش من دبته من نمیره چنه ما همون انسان پیش تو میبرم تمام بیارش پیش شما میبرم. من همون انسان بگی حاضر بیارش حاضر بگی بیارش هم چند قدر از خود میشوه همه پلش هم میتونه که با دبالاش گفت یا با پل میتون با بیام قرآنایی که گفتی که شرایط نداره که قرآن بگیری ما در قریب زیاده 10,000 زیاد قرآن خیر که اگه مجبه که خودم پل دادگیم خودم مینت نشوه مثال با بازم قرآن مثال مردم ما که بدبختی و چی میکنن اکی صلاح همون انسان هر یک انسان میگه اهل اسلام معتبر دوست میدارم. ما برادر اکی صلاح همین گپ آیاد ایگه پودنا همین گپ آیاد نبرو اکی صلاح که بین که همین باغ میدروی دو درخت سیب همون درخت سیب شیرین و تروش تو هیچ وقت شیرین نمیخوری سیب تروش نمیخوری سیب شیرین سنگسار میکنی اکا هم خسته سیب شیرین بسیار لب میخوره درخت سیب چون که قانون نه مقصدتان چیه که جوان مقصدتان چی بود الله نیابان تو باشه قرآن باشه مرحمت قرآن چطور میکنیم بیا ببری قرآن در کار باشه انا او برادری که مثال تحمد میکنه انا او برادر بگی بیار و پیش موره مثلا مقصد ما همین است که در حق مردم مسلمان دعا کن برادر خداوند آخه ما قهرمان کنده ایسیم که اگه دعا نمیکنیم چیزی که دست اونو میسه که ایسیم که با کسل زدگی مرو هم کسلی و این مردم نامینه‌دار ناشکرگزارن یا چکه خدمت دار بکشیم که مردم تو اینکه ببینن که اون اصلا دل در حقیقت مردم چه دار کشید شب روز در خدمت مردمیم با چکه کنده اکد اکا جان مقصد که در این مساحه اگر که نو باشه تولد شدگیم در این مساحه در امی زندگیم میدونه همه طلب علم الحمدلله الله نیابانت باشه خدا حافظ همه آدم اینه که همه آدمی که گفته که 10,000 من میگیرم دسته خب بار خواندگیم 30,000 میگیرن همه آدم بگی بیا خب من وعده
میتیم انشالله رحمان کم ترک سلامتی و خوب شو من حتما میبرم برادر. تاکسی ده بگی سوارشم تاکسی پولش میتم چانس میگه میشه از خودش اپلاش میکنم میگه بیارش. میبرم. تمام. همین بگه انتظارم. خب. ما میدونیم چند کیلومتر دور. آخ تاکسی اپلاش میکنه پلتونا تاکسی میبیاره تو شما پیاده نیاین کو. تاکسی اپلاش میکنه. انشالله رحمان شما منتظر شوه من حتما میبرم وعده میدم. نام هم آدم چیه؟ هم نامش که همون انسانی که هم گپ گفتگی های نام همون انسان عبدالرحمن های. عبدالرحمن؟ بله. چند ساله های؟ والله اعلم همی 37 ساله های. خب نام خودت چیه که؟ نام من یوسف. خب تمام گپ نیست های بگم عبدالرحمن همین روز بگی بیا که تاکسی همش اپلاش میکنم من همین بگه انتظار تیم. خب انشالله رحمان حضرت همین بگه انتظار تیم بگم برادر بگی بیا انشالله همون برادر بیا انشالله رحمان میارم. نام را شبیه من برادر رازی والله العالم ندارم اکد دو شباشم بجان و دل. چخیل برادر تا نام راش نداری؟ اکد برادر من نیست و برادر من همچون برادر مسلمان ما او را قبول انسانی که عرق خور شراب خور زنا خور ما او را برادر حساب نمیکنم. ای الله نیابان باشه که جان مقصد که بگیرش بیا بگه این اجدت دارم. خب انای خدا. خب بکی من قسم میگم اکی صلاح که میگه که والله الاعلم چی معنی داره والله الاعلم؟ والله العالم قسم به همون پروردگاره که ما را آفریده. یک جان نه سواد داری خدا نیابان باشه نه علم الله نیابان باشه. خدا دانا است والله اعلم الله میدونه این معنی داره. بردی در چون جا رساندیش طلب علم که بهتره. والله اعلم ای الله دانا است الله میدونه این معنی داره. قسم به عزت جلال و کبریاش او قسم نیست های او لا قسم الا فی ثلاث نیست قسم اگر که سته والله بیلات الله او دیگه های. این مثال پیش خطان هر سفر دومو نکنین. خب والله نیاباند باشه طلب علم کنین همه چیز بهتر ای که گپ یاری و گپ خبر رسانی و دیگه یک فعل منافقی های. وقتی که انسان پیش ما بسیار آدمو گپ میزنن وقتی خبرکشی ایجا به اوجا میبری اوجا اسم میاری این فعل زنکی حکمش دیم فعل منافقی های. فهمیدی که الله نگهبان باشه جمله منافقان نباشین. قرآن در کارتون باشه بیا بگیره برای همیشه ما به خاطر الله میتیم قرآن توفه. خدا نگهبانتون باشه پناهتون به خداست. طلب علم کنین اکا طلب علم کنین علم بو آموزین